درود و سلام به دوستای گل و عزیزم. امروز هم اومدم با یه انرژی خوانی دیگه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. امیدوارم که روز و روزگار خوبی رو سپری کرده باشین دوستان عزیزم. میریم که با هم با نام و یاد پروردگار در کنار انرژی های مثبتی که از شما دوستان دریافت میکنم بتونیم این انرژی خوانی رو به نحو احسن شروع کنیم دوستان گل من، عزیزان دل. خب بریم که شروع کنیم. امروز میخوام از کارت های مختلف اوراکل استفاده کنم عزیزان. امیدوارم که بتونیم ذهن و احساسات فرد احساسی شما رو به خوبی در این انرژی خوانی داشته باشید. خب میریم که با هم شروع کنیم. خب خیلی هم خوب. جمالی هم از این خب من اینجوری کارت ها رو بچینم که الان درستش میکنم دوستان که شما هم بتونین کارت ها رو ببینین عزیزان. وقتی کارت ها رو ببینین راحت تر میتونین با
این انرژی خانی ارتباط برقرار کنین. خب دوستان عزیزم، اینجا ما وضعیتی رو داریم که به ما میگه اولین کارت با کارت ستاره در لنورماند در اومد. یعنی چی؟ یعنی خوشبختی و شانسی که در یک زمانی، میتونم بگم در یک چرخه زمانی، از آن شما دوستان بوده. یعنی به شما متعلق بوده، زمانی که پر از احساس خوشبختی، شادی و غرور بودین از این رابطه‌ای که با شخص احساسیتون، میتونم بگم با کیس احساسیتون داشتین. و یک خانه‌ای که اگر با هم زندگی میکردین، شما عزیزان در یک خانه با هم زندگی میکردین، خانه‌ای که بهش کاملا امیدوار بودین، براتون پر از عشق و آرامش بوده. یعنی اونقدر ذوق داشتین، اینقدر عشق داشتین در این رابطه. حالا دوستانی که در یک خانه هم نبودن، میتونم بگم روابطشون به شکلی بوده که حالا در جایی که قرار میذاشتن با کیس احساسیشون، اون محل یا اون جاهایی که میرفتن براشون سرشار از عشق و آرامش بوده. براشون جایی بوده، اون محلی که همیشه با هم در جریان بودین، ارتباطتون در جریان بوده به خوبی، جایی بوده که برای شما بهترین و قشنگترین و رویایی ترین لحظات رو با شخص مورد نظر، با کیس احساسیتون سپری میکردین شما عزیزان. و اما وضعیت جوری شده که به یک باره خودتون هم متوجه نشدین. شاید یک موضوعی، شاید یک مشکلی به یک باره به وجود اومد که خودتونم واقعا همینجور هاج و واج موندین که چی شد، چه مشکلی پیش اومد، یا اصلا شما گناهی نداشتین، کاری نکردین. یعنی تو این رابطه میتونم بگم اونقدر مطیع بودین، اونقدر از هر لحاظی سعی میکردین بهترین باشین برای شخص احساسیتون، اما به یک باره چنان طوفانی در این رابطه به وزیدن گرفت، چنان بادی از جهت مخالف به این رابطه خورد که هر چی که آرامش بود، هر چی که عشق و محبت در این رابطه میتونست باشه، همه رو با خودش جارو کرد و به یک باره تمام اون آرامش و عشق و صفا و صمیمیت و هر چیز خوبی که توی اون رابطه بود، همه رو به یک باره مثل یک کوهی از مشکلات کرد برای شما عزیزان. یعنی واقعا شاید خیلی از شما دوستان هنوزم که هنوزه با خودتون دو تا چهار تا میکنین که من کجای رابطه‌ام الان، در حال حاضر چی شد که یه دفعه همه چی خراب شد، چی شد که کیس احساسی من، چی شد که طرف مقابل من به یک باره منو بلاک کرد، به یک باره رابطش با من سرد شد، به یک باره از من روی برگردوند. مگه من چه کار خاصی انجام دادم؟ من که همیشه سعی میکردم به حرفاش گوش بدم، من که همیشه سعی میکردم ببینم اگر جایی
ناراحت میشد، دلخور میشد از حالا کاری که من انجام میدادم. سعی میکردم اون کار رو انجام ندم، تکرار نکنم، سعی میکردم باعث دلخوری این فرد نشم. اما نمیدونم به یک باره چه اتفاقی افتاد که اصلا رابطه از این رو به اون رو شد. اما این شخص داره به اون افقهای دور نگاه میکنه. یعنی این شخص هنوزم که هنوزه داره به اتفاقاتی که قبل افتاد و همینطور شما عزیزان داره به اون اتفاقهایی که در قبل از اینکه این رابطه به سردی کشیده بشه، به این اتفاقات ناهنجار کشیده بشه، به یک باره به این طوفان کشیده بشه، داره فکر میکنه. خودش هم واقعا مونده که چی شد که رابطه ما به اینجا رسید، چی شد که به یک باره همه چیز اون روشنایی جای خودش رو به این تاریکی داد، به این تاریکی شب، به این سیاهی داد. خود اون شخص هم واقعا نمیدونه که به یک باره چه اتفاقی افتاد. شاید هنوزم که هنوزه چشمش یعنی در دلش، در فکرش، حتی چشم به راه اینه که باز بشه یه معجزه‌ای بشه، یه اتفاقی بیفته که من اون محبت‌های مثل مادرانه رو بتونم از کیس احساسیم دریافت کنم. شاید خیلی از شما عزیزان اونقدر دلتون توی این رابطه شکسته، اونقدر ناراحتین از این مسائلی که بینتون پیش اومد به یک باره، اینقدر دلتون شکسته که حتی حاضر نیستین قدمی بردارین برای این رابطه. اونقدر غرورتون جریه دار شده که فقط دارین به اون مسائلی که بینتون گذشت و اتفاقات و شادی هایی که داشتین دارین به اون زمان نگاه میکنین. اما زمانی که یادتون میفته دوباره که باز برمیگردین فلاش بک به اون زمانی که به یک باره با خودتون فکر میکنین که اتفاقی افتاد که من از این رابطه جدا شدم و کیس احساسی منو تنها گذاشت. باز همه چی انگار دنیا انگار رو سرتون تاریک میشه دوباره. و اینجا به ما داره حرف از این میزنه، از وضعیتی داره صحبت میکنه که انگار ماسکی بوده توی این رابطه. انگار طرف احساسی شما فکر میکرده که شما ماسکی به چهره دارین، شما دروغی بهش گفتین یا صداقتی که میتونسته توی این رابطه باشه نبوده. این شخص با خودش اینجوری احساس میکنه که فکر میکنه شما یک چیزی را ازش پنهان کرده بودین و همین مسئله باعث مرگ این رابطه شد. چون اون شک و تردید و دودلی این فرد باعث شد که این رابطه رو بخواد یک رابطه‌ای ببینه که حالا چون درونش صداقت نیست، دروغه یا ماسکه یا هر چیزی هست، این رابطه به جلو کشیده نمیشه، این رابطه به جای خوب کشیده نمیشه و صحبتی که اطرافیان در ذهنش، اطرافیان این شخص در ذهنش همیشه میخوندن که این رابطه به جایی کشیده نمیشه، این رابطه دروغه و طرف شما یعنی شما یه ماسکی به چهره زدین، تو این رابطه صداقت نیست. اما شما هم دقیقاً همین فکر رو راجع به این شخص میکنین. دقیقاً شما هم فکر میکنین، حتی الان فکر میکنین که این شخص دروغایی به شما گفته بود، این شخص یک مسائل
پنهانی داشت که از شما همیشه پنهان میکرد و هیچ وقت سعی نمیکرد اون روی واقعی خودش رو به شما نشون بده. اما میتونم ببینم که شما در حال حاضر سعی میکنین خودتون رو از اون حال بد، از اون مسائلی که پیش اومده بود براتون در رابطه، از اون زمانی که این رابطه کات شد، از اون زمانی که این رابطه رو به سردی رفت، شما سعی کردین حواس خودتون رو پرت کنین. حالا با دوستاتون، با کارتون، با شغلتون سعی کردین به یه نحوی حال خودتون رو خوب کنین. سعی کردین از اون حال و هوا خودتون رو بیرون بیارین و حواس خودتون رو پرت کنین از اون مسائلی که براتون میتونم بگم اتفاق افتاده بود توی این رابطه. اما شخصی که میتونم بگم شخص احساسی شما وضعیتش رو به ما در این حالت داره نشون میده. شخصی که در بستر بیماریه، شخصی که میتونم بگم حالا شاید در بستر بیماری نباشه ولی داره به ما نشون میده که اونقدر حالش بده، اونقدر ناراحت، پشیمونه از اون دودلی که براش به وجود اومد، از اون کاری که به ناخواسته، از اون تصمیمی که در مورد رابطه‌ای که واقعا رابطه‌ای بود که شاید پر از عشق و محبت بود، رابطه‌ای بود که بهش آرامش میداد، یعنی خستگی‌های این فرد رو تبدیل به عشق میکرد، خستگی‌های این فرد رو یک صحبت کردن با شما، یک تماس از طرف شما یا یک مکالمه‌ای با شما میتونست تمام خستگی‌های این فرد رو بشوره ببره. وقتی هنوز هم داره به اون زمان فکر میکنه، یک آتشی در دلش فوران میکنه، یک آتش فشانی فوران میکنه در دلش و این حالش رو بد میکنه دوستان. و این دوباره این شخص رو میتونم بگم دوباره میکشونه به همون حال و هوایی که همه چیز خوب بود و چرا به یک باره من خودم باعث شدم که این رابطه به اینجا کشیده بشه. شاید اون افکار من، شاید اون دودلی من، شاید اون احساساتی که اون اواخر پیدا کردم و صحبت اطرافیانی که روی من تاثیر گذاشت باعث شد که من خودم همه چیز رو بزنم به یک باره خراب کنم و خودم رو وارد یک دودلی کنم، خودم رو الان توی این وضعیت وارد یک مرگ عشقی، وارد یک آتشی که هر لحظه قلب من رو داره سوراخ میکنه، آتشی که هر لحظه داره قلب منو میسوزونه از چندین جهت. خودم باعث شدم که این اتفاق بیفته برام، خودم کردم این کار رو و از هیچ کسی هیچ گله و شکایتی ندارم. اگر من میخواستم میتونستم به اون صحبت ها پشت کنم، میتونستم اون حرفا رو نادیده بگیرم، میتونستم اون شک ها و دودلی ها رو از بین ببرم. پس من خودم باعث شدم. پس هر وقت، هر زمانی که این فرد میشنه و با خودش فکر میکنه که چه رابطه خوبی میتونست باشه این رابطه تا الان و خودش همه چیز رو خراب کرد، باز هم میره در اون بستر گوشه‌گیری، شاید گریه کردن، شاید بیخوابی های شبانه،
شاید حتی مریض احوالی این فرد، شاید حوصله نداشتن، سر کار نرفتن، توی تخت خواب خوابیدن و با هیچ کس صحبت نکردن. تمام این حال و اوضاع در نبود شما عزیزان این فرد رو گریبانگیر خودش میکنه. اما اینجا من وضعیتی رو میتونم ببینم دوستان، وضعیتی که این فرد فکر میکنه که شما وارد رابطه ای شدین، میخواد قدم بذاره، میخواد دوباره سعی کنه شاید همه چیز رو از نو دوباره بسازه، اما باز با اون شک و تردیدی که داره در دلش بوده، همیشه اون شک و تردید، احساس میکنه که نکنه شما وارد یک رابطه ای شده باشین، نکنه شما شاید اگر وارد رابطه ای هم نشدین، شما اونقدر با جمع دوستاتون اونقدر حالتون خوبه که این فرد رو به دست فراموشی سپردین و وقتی یاد این حال و اوضاع میفته و وقتی این حسادت تمام وجودش رو فرا میگیره که همش با نکنه شما ازدواج کردین، نکنه برای شما خواستگار اومده، نکنه فرد جدیدی وارد زندگی شما شده، وقتی به این مسائل فکر میکنه واقعا به هم میریزه، واقعا دچار بیخوابی میشه، دچار سردرگمی میشه، دچار عذاب وجدان میشه و اون زمان واقعا نمیدونه چی کار باید بکنه. خودش رو در یک تاریکی، خودش رو در یک جایی که مثل یک چهاردیواری که مثل یک زندان میمونه، مثل یک جایی که زندان ماننده، خودش رو اونجوری حس میکنه، از همه جا ناامید میشه و میکنه، میبره. اما هنوزم که هنوز دوستان میتونم بگم این فرد خواب شما رو میبینه. این فرد وقتی شبهایی که میخوابه، شبهایی که به یاد شما تا صبح سپری میکنه، میتونم بگم این روزها مخصوصا شاید خیلی خواب شما رو میبینه و به شما فکر میکنه دوستان عزیزم. خب سعی میکنم از این اوراکل هم اوراکل های لاورز هست برای شما کارت بریزم و ببینیم این کارت های زیبا به ما چی میگن دوستان عزیز. خب امیدوارم که شما هم بتونیم ببینین این کارت ها رو دوستان، یا شاید بهتر باشه که من این کارت های قبلی رو یکم جمع جور کنم که شما هم بتونین ببینین این کارت های جذاب رو. خب دوستان خب اینجوری خوب شد فکر میکنم. اولین کارت به ما داره صحبت از این میکنه که روح شما در حال حاضر، جفت روحی شما با شما، میتونم بگم شاید در همین لحظه که شما این فال رو میبینین، این انرژی خانی رو میبینین، شما الان دارین به اون فکر میکنین و اون شخص میتونم بگم روحش، فکرش، تو ذهنش داره با شما
یه جورایی ارتباط برقرار میکنه که حالت تلپاتی هست دوستان. داره سعی میکنه با شما یک ارتباطی رو برقرار کنه. و این کارت داره صحبت از یک عشقی که میگم الان این فرد داره دقیقاً به شما فکر میکنه، چون که این کارت هم داره به ما میگه عشق الان داره در فکر تو، در قلب تو فوران میکنه. این عشق مثل آتش فشان داره در قلب طرف مقابلت، کیس احساسی تو، عشق تو داره. این عشق مثل یک جرقه‌ای داره در ذهن تو و در ذهن این شخص داره خودش رو نشون میده دوستان گلم. و میتونم بگم به زودی برکات این عشق نصیب شما خواهد شد. به زودی شما معجزه‌ای رو دریافت میکنین که قلبتون واقعا میخواد این معجزه رو داشته باشه. به زودی شما اون چیزی رو که واقعا از ته قلبتون دارین آرزو میکنین در این لحظه، به زودی اون رو دریافت خواهید کرد از کائنات. به بهترین شکل، جایی که اصلا انتظارش رو ندارین، زمانی که انتظارش رو نداری، شکر کن برای اینکه برکات عشق سر راه شما قرار میگیره که شما لایق این عشق هستین، لایق بودن این عشق هستین و تمام اون چیزی رو که قلبتون میخواد داشته باشین رو بهتون میده. و الان به ما داره میگه چشمهاتو ببند، چشمهاتو در این لحظه ببند و به خودت بگو که تو سزاوار احساس شادی هستی. تو میتونی بدون توجه به شرایطی که در گذشته داشتی، میتونی شادی رو دوباره وارد زندگیت کنی. به خودت بگو من رها میکنم هر چیزی که در زندگی گذشته من تا به الان بوده و قلب من رو، غرور من رو جریه دار کرده. من از الان به بعد، چشمتو ببند و بگو من از الان به بعد سزاوار احساس شادی هستم، سزاوار و لایق این عشق هستم و منتظر میمونم تا کائنات در زمان مناسب این عشق رو، جریان این عشق رو وارد زندگی من کنه و این شادی رو وارد زندگی من کنه و بار دیگه این عشق نور خودش رو، احساس خودش رو، جای پای خودش رو در زندگی من پررنگ کنه. آمین. امیدوارم دوستان عزیز در این لحظه میخوام از پروردگار عالم میخوام براتون آرزو میکنم آن چیزی که واقعا در قلبتون آرزو میکنین، در ذهنتون آرزو میکنین، امیدوارم که پروردگار و کائنات وارد زندگی شما کنن. اون معجزه ای رو که قرار وارد زندگی شما بشه در زندگی شما مثل یک چراغی در تاریکی، مثل یک نوری در تاریکی روشن کنن. آمین. که به تمام
خواسته های قلبیتون برسین دوستان عزیزم. خیلی دوستتون دارم. شب خوبی رو براتون آرزو میکنم. البته من نمیدونم الان چه زمانی در ساعت شما عزیزان هست، اما هر لحظه ای که این ویدیو رو ببینین برای عزیزانتون بفرستین این ویدیو رو، یا هر زمانی که نیت کنین. این ویدیوها بدون زمان هستن دوستان عزیزم. قربون نگاه های زیباتون ازتون خواهش میکنم این کانال رو سابسکرایب کنین که انرژی هاتون همیشه با انرژی های من همسو بشه و لحظاتی رو که در کنار هم هستیم دقیقاً بتونین جواب تمام سوالاتی که در ذهن شما عزیزان هست رو از این انرژی خانی ها، از این فال ها دریافت کنین به واسطه این کارت ها که انرژی خانی میشه برای شما عزیزان دلم. لایک کنین، کامنت بذارین دوستان عزیز. اگر دوست دارین توی کامنت ها، اگر دوست دارین براتون تکنیت گرفته بشه توی کامنت ها برای من بنویسین. من با کمال میل براتون آخر تمام انرژی خانی ها اگر دوست دارین که تکنیت داشته باشین براتون به اسم خودتون، به نام خودتون ضبط خواهم کرد و جواب تکنیتتون رو با کارت هایی که میریزم و شما هم مشاهده خواهید کرد براتون انجام خواهم داد انرژی خانی رو و تکنیت رو. روی ماه همگیتون رو میبوسم، به خداوند بزرگ شما رو میسپارم و روز و روزگارتون خوش دوستان عزیزم. خدا نگهدارتون.